راجع به جریان الکتریکی صحبت کردیم و راجع به مقاومت. گفتیم هر مقاومتی که دو طرفش جریان برقرار بشه، هر مقاومتی که دو طرفش اختلاف پتانسیل برقرار بشه یه جریانی ازش عبور میکنه. حالا میخوایم ببینیم، میدونیم که این اختلاف پتانسیل رو کی تامین میکنه؟ باتری یه خط کوتاه یه خط بلند. خط کوتاه قطب منفی پتانسیل کم، بلنده پتانسیل زیاد قطب مثبت. برای همه باتری ها گفته بودم به محض اینکه باتری رو بگیریم یه جهت بذاریم. این جهت میشه جهت شارش بار مثبت درون باتری. وظیفه باتری اینه بار آزمون رو از پتانسیل کم برسونه به پتانسیل زیاد. کوله پشتیش رو پر از انرژی پتانسیل الکتریکی میکنه و بار آزمون وقتی رسید به پتانسیل زیاد خودش تو مدار خود به خود از پتانسیل زیاد به کم شارش میکنه. وظیفه باتری اینه از پتانسیل کم برسونتش به پتانسیل زیاد. نیروی محرکه الکتریکی اسمش رو گذاشتم نیرو، ولی در واقع بیشترین ولتاژ، بیشترین اختلاف پتانسیلیه که مولد تولید میکنه یا باتری تولید میکنه. نیروی محرکه الکتریکی جهتش اینه که ما تا الان همش جهت میذاشتیم ولی اسم بهش نمیگفتیم. جهت نیروی محرکه الکتریکی میخواد بگه که به بار آزمون نیروی میده برای حرکت کردن. وقتی از پتانسیل کم رسید به پتانسیل زیاد خود به خود از پتانسیل زیاد میاد به پتانسیل کم. مثال زدیم قبلا، گفتیم مثل آبنما میمونه. توی آبنما ما یه پمپ برقی روشن میکنیم، آب از پایین میره بالا. وقتی که رفت بالا خود به خود میاد پایین. درسته؟ یا اسباب بازیایی که توپشو بچه از رو زمینش برمی‌داره میذاره بالای سرسره. حالا این توپه خودش از بالای سرسره میاد پایین. انرژی پتانسیل گرانشی توپو زیاد میکنم خودش میاد پایین. دوباره انرژیشو زیاد میکنم خود به خود از زیاد برمیگرده به کم. این هم همینجوریه. باتری انرژی پتانسیل الکتریکی بار رو افزایش میده. چجوری افزایش میده؟ خودش درون خودش باتری تموم میشه. درسته؟ باتری انرژی شیمیایی معمولا مصرف میکنه تا اینکه بتونه به بار الکتریکی انرژی پتانسیل الکتریکی بده. باتری خودش انرژی خودش رو مصرف میکنه، خود باتری تموم میشه ولی به بار الکتریکی انرژی پتانسیل الکتریکی میده. وقتی رسید به پتانسیل زیاد در مدار خود به خود برمیگرده، مقاومت بزنم سراش، در مدار خود به خود برمیگرده به پتانسیل کم. این جریان الکتریکی جهت نیروی محرکه الکتریکی با جهت جریان الکتریکی همخوانی دارد. یعنی توی حلقه بسته مدارم هر دوشون باعث یه مدل چرخش میشن. وقتی که من یه باتری دارم جریانش الان میشه 5 ساعت کرد. درسته؟ این جریان الکتریکیه میرسه به باتری، میرسه به مقاومت و از مقاومت هم رد میشه. گفتیم به محض اینکه کلید رو وصل میکنم، یه کلید بذارم اینجا، به محض اینکه کلید رو وصل میکنم یه دونه الکترون میفته توی سین، یه دونه الکترون میفته توی
مقاومت و برمیگرده به همین ترتیب جریان برقرار میشه. پس نیروی محرکه الکتریکی از جنس ولتاژ و بیشترین ولتاژیه که باتری میتونه تولید کنه. به باتری خیلی وقتا میگم مولد یعنی تولید کننده نیروی محرکه، تولید کننده اختلاف پتانسیل. پس نیروی محرکه از جنس ولتاژ، مقدارش ماکسیمومه، بیشترین اختلاف پتانسیل. نمادش رو با اپسیلون نشون میدم. ببینش اینجوری بنویسمش بر حسب ولت. این میشه نیروی محرکه الکتریکی بر حسب ولت. راجع به مفهومش سوال ندارید؟ حالا اگه بخوام بر اساس انرژی تعریفش کنم چی میگم؟ بر اساس کار یا انرژی تعریفش بگید بپرس سوالتون. اون اپسیلون رو صفر نداره. اپسیلون باشه. اپسیلون صفر ثابت گذردهی الکتریکی خلق. اینو ما بهش هم حتی نمیگیم اپسیلون، بهش میگیم ای، ولی با حروف یونانی می‌نویسنش اینجوری بهش. نمادش کمیت فرعیه. بله، اختلاف پتانسیل کلا کمیت فرعی. اینم از جنس اختلاف پتانسیل، از جنس ولتاژ و بیشترین اختلاف پتانسیلیه که باتری میتونه تولید کنه. بخوام بر اساس کار تعریفش کنم چی میگم؟ بر اساس کار یا انرژی. قبلا ما اختلاف پتانسیل رو تعریف کردیم. دلتا وی مساوی با دلتا وی یعنی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه مساوی با تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار وقتی بین اون دو تا نقطه جابجا میشه. حالا برای بار الکتریکی الان هم میخوام بر اساس کار تعریفش کنم. بازم همین تعریف همیشگی. تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی با کاری که کی انجام میده؟ باتری انجام میده. با کاری که باتری انجام میده. اینو اگه بذارم بار مثبت آزمون، و وقتی اینجوری تعریفش میکنم گوش کن میگم اختلاف پتانسیل دو سر باتری مساوی با کاری که باتری انجام میده اختلاف پتانسیل دو سر مولد مساوی با کاری که مولد انجام میده تا بار الکتریکی رو از پتانسیل کم تا پتانسیل زیاد جابجا کنه. دیگه نمیگم بین دو نقطه، از پتانسیل کم به پتانسیل زیاد کار انجام میده، انرژی خودش رو مصرف میکنه تا اینکه کوله پشتی بارم رو پر از انرژی پتانسیل الکتریکی از کم بیارتش به زیاد. سوال نداریم راجبش؟ این کلیده بستمش. کلید این شکلی بود، وقتی میبندمش این شکلی میشه. ببین نیروی محرکه همون اختلاف پتانسیل. درسته؟ قبلا راجع به اختلاف پتانسیل و پتانسیل الکتریکی صحبت کردیم. فرعی، نرده‌ای و از این واقع چه تعریف میشه؟ ژول بر کولوم. همه چیش همینه، هیچ فرق با دلتا وی نداره. یه فرق مهم داره، ولی از لحاظ
کمیتی فرقی نداره. الان میخوام فرق مهمش تو کلمه بیشترینه. اون چرا بیشترینه؟ یعنی چی بیشتر؟ فرق مهمش با اختلاف پتانسیل اینه که این ماکسیموم توان باتریه، ماکسیموم ولتاژیه که باتری میتونه تولید کنه. راجعش فکر کنیم ببینیم یعنی چی بیشترینه. من کمتر از اینم دارم یا چه موقع کمتر از این داریم؟ مثلا وسیله‌ای که بخوام ازش استفاده کنیم انرژی رو مقدار کمی داریم. مثلا کنترل تلویزیون انرژی کمی لازم داره. ویدیو می‌خوام. واقعی؟ مثلا برای انرژی روشن شدن نظام شاید انرژی زیاد می‌کنم بعد بیشتری مقدار خودش برسه. نه مثلا بعضی باتری‌ها نمیتونن لامپمو روشن کنن. ولی تو تلویزیون از مثبت میره به منفی میشه. ولی توی رسانا این باتریه. توی رسانا جهت جریان همیشه از پتانسیل زیاد به کم. یادت تو قاید بودیم ما گفتیم که یه قطعه سیم رسانا میدان الکتریکی توش برقرار باشه توی سیم برقراره. جهت میدان از پتانسیل زیاد به پتانسیل کم. الکترون ها خلاف جهت میدان با سرعت سوشارش میکنن، ولی ما قراردادی فرض میکنیم که بار مثبت آزمونم در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه. جهت جریان در رسانا ببین یه تیکه سیمه از پتانسیل زیاد به پتانسیل کم. باتری وظیفه‌ش اینه بارو از پتانسیل کم رسوند به زیاد، حالا که رسیده به زیاد خودش خود به خود شارژ میکنه میرسه به مقاومت. توی مقاومت پتانسیل الکتریکیش کم میشه چون انرژی پتانسیل الکتریکی خودش رو از دست میده. در واقع مقاومت در اثر عبور جریان گرم میشه و ممکنه کار دیگه هم بر من انجام بده. لامپ باشه نور میده، مثلا عروسک باشه بر من آواز میتونه میچرخه، ماشین باشه حرکت میکنه، درسته؟ کار انجام میده. پس اون انرژی پتانسیل الکتریکی توی مقاومت از دست رفت، تبدیل شد به سایر انرژی. حالا دوباره کم پتانسیل شد، پتانسیل کم که به قطب منفی باتری است. خب حالا چرا بیشتری؟ به خاطر اینکه باتری خودش یه مقدار از این انرژی رو مصرف میکنه. یادتونه گفتم همه وسیله هامون مقاومت درونی دارند. همه وسیله ها مقاومت درونی دارند. باتری در اثر کار کردن گرم میشه. برای مثلا ماشین کنترلیت باشه، باش کار کردی بعد باتریشو در بیاری، باتریش گرمه. حتی چراغ قوه باشه، هر چی باشه، باتری ها در اثر کار، باتری موبایلت در اثر کار کردن گرم میشه. خب حالا پس باتری خودش بنویسم مولد مقاومت درونی داره. خودش مقاومت درونی داره. ببینش باتری رو میخوام بکشم، مقاومت درونیشو چجوری بکشم؟ یه مقاومت کوچولو میذارم کنارش. فرق میکنه این برش باشه یا این برش باشه؟ نه. کلن این مجموعه برای من میشه یک باتری. این مجموعه برام میشه یک باتری. اینو باتری رو این شکلی نشون میدم.
ممکنه برای تو دورشو خدچین بذاره، ممکنه هم از خدچین نذاره. چی بنویسم توی باتری؟ ای و آر. مقاومت درونی مولدمو با آر کوچولو نشون میدم. شکل ظاهری شبیه مقاومت های دیگه است ولی با آر کوچولو نشون میدم. آر کوچولو میشه مقاومت درونی باتری. پس باتری من نیرو محرکه داره و مقاومت درونی. اولین کاری که میکنی تا یه باتری بینی چی کار میکنی؟ جهتش رو مشخص میکنی. این یکی چپ راست، این هم چپ راست. مقاومت درونیش این ور باشه اون ور باشه فرقی براش نداره. مهم اینه که نیروی محرکه و مقاومت درونی داره. حالا ببینش، اگر من این دو نقطه رو بذارم نقطه A، نقطه B، اختلاف پتانسیل دو سر باتری اینم بذارم. ببین اینا همشون یکی هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. هیچ فرقی با هم ندارن، فقط شکل ظاهریشون، رسم کردنشون فرق داره. اگه مقاومت درونی هم برای این بکشم این میشه ای و آر. میخوام ببینم اختلاف پتانسیل دو سر باتری چی میشه. اختلاف پتانسیل دو سر باتری اگه بیشترین اختلاف پتانسیل باشه میشه چی؟ میشه اختلاف A و B. اگه بیشترین باشه یعنی آر کوچولو رو انقدر کمه که ازش صرف نظر کردم. بیشترین اختلاف پتانسیل یا میتوانم وقتی ماکسیمومه، وقتی اختلاف پتانسیل نقطه A و B بیشترین مقداره یعنی آر کوچولو رو ازش صرف نظر کردم. یکی از حالتهاش صرف نظر کردن از مقاومت درونی. میخوام بگم پتانسیل A با B چقدر اختلاف داره. ولتاژ A. خب میام جلو یه چیزی بهش اضافه شد. چی اضافه شد؟ ببین دارم از آ حرکت میکنم. چی بهش اضافه شد؟ باتری. بعد رسیدم به پتانسیل نقطه B. میتونم بگم B بیشتره A کمتره. قبوله بگم B منهای B A مساوی با نیروی محرکه نور. قبوله؟ بیشتره به قطب مثبت وصله، کمتره به قطب منفی. بزرگه منهای کوچیکه میشه نیروی محرکه نور. پس از جنس اختلاف پتانسیل. بعداً یه قانون برای ولتاژها بهتون میگم. توی کتاب رشته ریاضی هست ولی توی کتاب شما اینقدر واضح نوشته نشده. و یه قانونم برای ولتاژ دو سر مقاومت، دو سر باتری، دو سر مقاومت. بعدا یه قانون براش میگم. فعلا این سوال هست. بنویسید. از کتاب کار انتخاب کنید. کار حرفش کنید.